May I take it that the Assembly decides to adopt draft resolution A/79/L94? It is so decided. مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قطعنامه مخصوص را زیر عنوان نقش ذهنی صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی که با ابتکار جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید با اتفاق آرا قبول نمود. باید تاکید کرد که تشبث مذکور اصلا از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در مباحثه های عمومی اجلاسیه 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 24 سپتامبر سال 2024 پیشنهاد گردیده بود. تکنولوژی‌های رقمی و ذهنی صنعی برای نائل شدن به هدف‌های رشد استوار زمینه مناسب به شمار می‌روند. تاجیکستان توسط قبول استراتژیا و دیگر سنت‌های کنسپتوالی جهت مرحله به مرحله گذاشتن به نظام رقمی کنانی تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. وابسته به این پیشنهاد دارم که مجمع عمومی در اجلاس نوبتی عاید به نقش ذهنی صنعی در فراهمسازی امکانیت‌های نو برای رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و صورت بخشی جهت رسیدن به هدف‌های رشد استوار در آسیای مرکزی قطعنامه مخصوص قبول نماید. سند مذکور با برخورداری از پشتیبانی یکدلانه کشورهای اعضای سازمان ملل متحد قدم مهمی را در راه بنیاد رضایت جهانی عاید به استفاده به خطر و بر اخلاق اساس یافته ذهنی صنعی از جمله رشد مکانیزم‌های خود تنظیم کنی و مدیریت مسئولیتناک تکنولوژی‌های ذهنی صنعی در سطح منطقوی و ملی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این قطعنامه همچنین مکانیزم‌های اساسی استفاده مؤثر تکنولوژی‌های ذهنی صنعی را برای تامین رشد استوار در آسیای مرکزی معین می‌کند. یکی از چنین مکانیزم‌های پیشنهاد شده تأسیس مرکز منطقوی ذهنی صنعی در شهر دوشنبه میباشد که آن با هماهنگسازی روند تطبیق برنامه‌های مشترک مربوط به ذهنی صنعی در آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد. عملی نمودن این رویکردها به تأسیس نظام‌های بخطر با اعتماد و باوری بخش ذهنی صنعی مساعدت نموده موازنت بین تنظیم، نوآوری و مکانیزم‌های خود اداره کنی داخلی را تامین کرده برای دیگر منطقه‌های جهان نمونه عبرت خواهد بود. باید گفت که مرکز منطقوی ذهنی صنعی در دوشنبه به تیزانیدن روند تطبیق تشبث‌های اساسی مربوط به ذهنی صنعی در آسیای مرکزی از جمله پیشبرد برنامه‌های مشترک آموزش متخصصان و دستگیری استارتاپ‌ها در ساحه ذهنی صنعی میان پارک‌های تکنولوژی در منطقه، راه‌اندازی لایحه‌های مشترک علمی تحقیقاتی در ساحه ذهنی صنعی میان دانشگاه‌ها، محققان و آزمایشگاه‌های منطقه، تشکیل شبکه مشترک مرکزهای جمع‌آوری معلومات برای افزایش دسترسی به زیرساخت‌های حساب برابری در کشورهای منطقه، هماهنگسازی تلاش‌های ملی با مقصد قبول پرینسیپ‌های عمومی مدیریت هماهنگ شده، مسئولیتناک و خودتنظیم کنی ذهنی صنعی در آسیای مرکزی، پیشبرد تشبث‌های مربوطه جهانی با شریکان بین‌المللی مساعدت خواهد کرد. به شک قبول قطعنامه مذکور نقش مهم جمهوری تاجیکستان را برای پیشبرد مکالمه جهانی در ساحه ذهنی صنعی و اهمیت تاریخی سیاست سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید می‌نماید.